سلام ستړي مشي د مشران جرګې تلویزیون درنو خبرمندونکو په سلامونه کې هیله هرکلی کوم په دې هیله چې ټول راته روغ جوړ اوسئ او شپې ورځې مو تر دا به په خوښۍ خوشحالۍ رسولي درنوونکو د کمیسیون خپرونې لیدونکي او اورېدونکي یاستئ دغه خپرونه کې موږ تاسو ته مختلف کمیسیونونه معرفي کوو او د هغوی د همغې ورځې د بحث موضوع یې تاسو ته په تصویر باندې نیسو نو دا دی نن هم د ښځو چارو کمیسیون ته راغلي او دغه کمیسیون کې موږ نن ونډه واخیستله او د دې کمیسیون موضوع او د نن ورځ نتیجې به تاسو سره شریکې کوو چې په کومه موضوع بحث کوو او د کمیسیون په اړه به راسته د دې کمیسیون مشره معلومات به راته راکړي نو د دې کمیسیون مشره البته د ښځو چارو کمیسیون مشره سناتور صاحبه ګلالۍ اکبري ته ښه راغلاست وایم ستړي مه شئ. تشکر، سلامت باشه. با اساس قوانین مشران جرگه یک کمیسیونی باید چند عضو می داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم از شما و از تلویزیون شما. به کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی مشران جرگه خوش آمدین. شما میدانین که مشران جرگه از 3 سلس ایجاد شده. یک سلس انتصابی است، یک سلس انتخابی است از شورای ولایتی است و یک سلس دیگه هم انتخابی است از شورای ولسوالیا. متاسفانه از شورای ولسوالیا این بار در مشران جرگه وجود نداره، ولی یک سلس انتخابی شورای ولایتی و یک سلس انتصابی شورای ولسوالی می باشه که نصاب مشران جرگه نسبت به دوره 15 کم است، به دوره 16 15 16. مگر هر کمیسیون 6 عضو یا 7 عضو می داشته باشه که ما جمعاً 4 عضو داره کمیسیون امور زنای مشران جرگه. ما در این راستا مشکل داریم، همیشه عضو ما کم بوده و بعضی از روزام نسبت مشکلاتی که دارن حضور پیدا نمیکنن و این روز متاسفانه که من میهمان زیادم داشتم و تنها هم بودم، شما ما را غافلگیر کردین، بازم معذرت میخوام. بحث امروزی شما چی بود؟ امروز ما مثل دیگر روزاواری و طبق لایحه و طرز العمل و وظایف کاری کمیسیونمان 3 وزارت خواسته بودیم: وزارت اطلاعات فرهنگ، وزارت حج و اوقاف و وزارت امور زنا. نیکبختانه وزیر اطلاعات فرهنگ آمد و از وزارت امور زنا تا هنوز وزیرش به کمیسیون ما فضل خدا حضور پیدا نکرده، همیشه مینا میآید و فعال و زنایی که کارم میکنن و فعالیت خوبم دارن، اما 2 معین است در وزارت امور زنا و از وزارت حج و اوقاف معینشان آمده بود و دیگه میمانای من واحدی جندر وزارت حج و اوقاف بود و رئیس حقوق و ریاست امور زنای از وزارت امور زنا آمده بودند. ولی موضوع امروز ما در کمیسیون من در آجندای من خشونت، آزار و اذیت و موضوعاتی که امروز شما میبینین، یک دختر در فاریاب چی تو شد، یک خانم توسط شوهرش و خسرش که او را امرای سیخ داغ تمام جان زیر سوراخ کرده بودند و او از طریق رسانه هم نشر شد، پخش شد و یک زن دیگر در بادغیس در یک مدرسه به چه حالت و چه نوع خشونت بالایش انجام گرفت، صورت گرفت و دیگه خشونت هایی که در هر ولایت در کابل صورت میگیره. همه از این سبب نگرانی ما خانم ها در افغانستان، چی وزیر است، چی رئیس است، چی سناتور و وکیل است و چی یک زن عادی است، با ما یک نگرانی کلان است. ما به او خاطر امروز وزارت اطلاعات فرهنگ، وزارت امور زنا و وزارت حج اوقاف خواستیم که در این راستا یک هماهنگی درست داشته باشند و ما یک طرح و برنامه را داشته باشیم که یک آگاهی درست و یک هماهنگی درست در سر تا سر افغانستان و کشور داشته باشیم تا اینکه از این موضوعاتی که هر روز پی در پی در گوشه و کنار افغانستان رخ میده از این جلوگیری شود و ما بتانیم که آهسته آهسته خشونت و آزار و اذیت از افغانستان گم کنیم و نیست و نابود بسازیم. درباره فعالیت های کمیسیون از شروع سال 1398 بگویید.
اگر ما تمام فعالیت های کمیسیون در یک سال برای شما بگم 3 ساعته در بر میگیره. ما بسیار به طور فشرده و خلاص و واضح میگیم. ما بازدید و نظارت داشتیم از بعضی ادارات، از مابیس، از شفاخانه ها و از ادارات دولتی و ما دعوت داشتیم، استجواب داشتیم از ادارات دولتی. ما نظارت و بررسی داشتیم از حقوق، از بخشای واحد جندر. ما نظارت و بررسی داشتیم از جامعه مدنی و ما یک پلان برنامه که اصلاحات اداری واحدهای جندر مدغم ساخته بود به منابع بشری ادارات دولتی. ما یک گزارش سرتاسری و کلی داشتیم از تمام منابع بشری ادارات دولتی و ما 2 هفته برای 16 روز کمپاین من خشونت داشتیم و 61 زن نخبه در سطح افغانستان با تعدادی از ادارات دولتی از مردها خواستیم ما تقدیر بکنیم و کمپاین من خشونت هم داشتیم. چندین محفلی داشتیم و ما در این هفته پیش رو هم یک محفل کلانی را داریم به خاطر تقدیر و تحسین از منابع بشری ادارات دوایر دولتی که به حساب حق و حقوق و امتیاز زنها را مد نظر گرفتن و به حساب جندر مد نظر گرفتن که ما باید تا ختم سال 2020 ما فیصدی زنها را به 30% برسانیم و یک تعداد منابع بشری که کار خوب کرده بودند سبب قناعت ما بود که 18%، 19%، 20% به حساب واحدهای جندر مد نظر گرفته بودند و تساوی حقوق مد نظر گرفته بودند و تانستند که همون نصاب زنها را تا 18% و 19% تا حال در ادارات دولتی داشته باشند و اونا را ما در می هفته پیش رو در روز چهارشنبه تقدیر و تحسین میکنیم و این یک الگو باشه، یک نمونه باشه برای اداراتی که 7% از خانم ها را در ادارات دولتی دارن. به او خاطر ما این محفل روی دست میگیریم و برای ما این اداراتی که تقدیر و تحسینشان میکنیم 40 اداره است. اینا برای ما تعهد دادن که تا سال 2020 فیصدی خانم ها را به 30% میرسانن که یک تعهد و پیمان دولت جمهوری اسلامی افغانستان با دنیا است. ما جای داره که از رئیس جمهور تشکر و سپاسگزاری بکنم به خاطر ظرفیت سازی زنا، به خاطر حق دادن برای زنا، به خاطر اولویت دادن برای خانم ها در تمام ادارات دولتی و واحدهای اداری. رئیس جمهور بسیار حق قائل هستند برای خانم ها و بانوی اول زیاد همکاری کردند، زیاد مشکلات زنها را بررسی کردند و مشکلاتی را که ما در مابیس در زنها دیدیم و در شلترها دیدیم ایرا ما هماهنگ کردیم با بانوی اول با رئیس جمهور و تقاضا داریم از رئیس جمهور که در تمام ادارات دولتی و در ولایت ها در بخش های معاونیت های ولایات که معاونیت امور اجتماعی را اضافه کردن ایره برای زنها حق دادن و دستور بتن با والیا که ایره هر چیز زودتر عملی بکنن. یک زن به حیث معاون والی در بخش امور اجتماعی مقرر شود و در ولسوالی ها هر زن در یک بخش آمیریت باید به حیث یک آمیر کار بکنه که ما را به رئیس جمهور هم گفتیم و رئیس جمهور ایره وعده دادن. خصوصا در ولایت بدخشان که ما هم سفر به رئیس جمهور بودیم ایره پیش رویم به والی گفتن که شما میتونین که در هر ولسوالی یک آمیریتش نه خانم ها باشه. ما تشکر و سپاسگزاری میکنیم از نیتشان، از همکاری و توجهشان به خاطر خانم ها. ولی ما مشکلاتی را در بخش ادارات دولتی داریم که ادارات مربوطه و وزارتخانه ها به حرفای ما و رئیس جمهور کمتر کارا را عملی میکنن و کمتر گوش میکنن. ما امیدوار هستیم که ادارات دولتی حرف رئیس جمهور فرمان است، به حرف رئیس جمهور تن بتن و خصوصا
برنامه هایی که در مشران جرگه و ولسی جرگه است، وزارتخانه و ادارات دولتی ایره به یک چشم ببینن، ولسی جرگه را بسیار پیش قدم حساب نکنن و ولسی جرگه را مشران جرگه را دست کم نگیرن. حق ما است که ما از تمام ادارات نظارت بکنیم، بازدید و بررسی داشته باشیم و ادارات دولتی هم باید ایره به یک چشم ببینن که یعنی شورای ملی ولسی جرگه را ترجیح نتن با مشران جرگه. در دیگه دنیا اگر شما ببینین مشران جرگه جایگاه بلند داره از ولسی جرگه کرده. ما از رهبری مشران جرگه تشکر میکنیم، از جناب رئیس و از هیئت اداره، تمام کمیسیون‌های مشران جرگه، کمیسیون‌های 12گانه فعالیت‌ها و کارهای خوبی کردن و بسیار یک حمایه و پشتیبانی خوبی از دولت و از نظام دارن. ما هیچگاه چیزی که به منافع ملی بوده، به منافع مردم بوده، به منافع دولت بوده او را دست کم نگرفتیم و او را ترجیح دادیم و موضوعگیری های مشران جرگه همیشه به منافع مردم، به منافع دولت بوده. ما همیشه انفجار و انتحاری که شده، ما هر هموطنیمان که شهید شده از رئیسمان گرفته تا یک اعضا در غم مردم شریک بودیم و غم شریکی ما با مردممان همیشه بوده و از حق و حقوق مردم همیشه دفاع کردیم و دفاع میکنیم. من متیقن هستم و اطمینان به مردم میتم که مشران جرگه یک اداره است که واقعا از نظام، از دولت و از مردم دفاع کرده، حمایه و پشتیبانی کرده و میکنه. ما همیشه قانونایی که بوده و موضوعاتی که در مشران جرگه بوده ما همیشه بروی عدالت و بروی حقیقت و واقعیت ها او را مد نظر گرفتیم و او را تصویب کردیم و همیشه منافع علیای کشور ما در نظر گرفتیم و میگیریم. هیچ نوع تعویض و هیچ نوع خدای نخواسته موضوعاتی که در میان اعضای مشران جرگه باشه و در میان هیئت ادارش باشه وجود نداره. همیشه از حق مردم، از قانون ما دفاع کردیم و قوانین ترجیح دادیم که در اولویت کاریمان بگیریم و بالای قوانین زیاد کار بکنیم. ما ایره به مردممان، به ملتمان وعده میتیم که مینیسی نمایندای مردم در چوکات قانون آنچه که قانون به ما حق داده از حق مردممان دفاع میکنیم و از قانون هیچگاه عدول هم نمیکنیم انشاءالله. گاهی یکی از طرفین در اجلاس کمیسیون به قناعت نرسیدن، عکس العمل کمیسیون چی بود؟ کمیسیون همیشه موضوعاتی را که دعوت کرده ادارات دوایر دولتی را سر موضوعات مهم و ملی و موضوعات اساسی بحث کرده، ولی جایی که ما به تفاهم نرسیدیم او را تعهد اداره را گرفتیم که در اینجا اصلاحات به وجود بیاد و بار دیگر به کرات و مرات اداره را خواستیم تا زمانی که ما آن چیزی که به منافع مردممان بوده به اهداف خود نرسیم و او اداره را قناعت ما را فراهم نسازه ما او موضوع را اعلام نمیتیم و ما آن چیزی که قانون برمان اجازه داده مطابق قانون، مطابق طرز العمل و لایحه وظایف کاریمان ما کار میکنیم. ما خواسته های شخصی و خواسته هایی که به نفع شخص و اعضا باشه تا حال هیچ فضل خداوند در کمیسیون های 12گانه مشران جرگه نبوده و خصوصا در کمیسیون امور زنان مشران جرگه نبوده. همیشه کاری ما بر روی عرایض و اسنادی بوده که حقیقت و واقعیت داشته. ما غیر شواهد و اسناد و عرایض هیچ کسی را به ناحق نخواستیم و هیچ کسی را ما خدای نخواسته به یک گپ ناق ما او را به سارانوالی و به ادارات مربوطه معول نکردیم. خشونت علیه زنان چقدر افزایش یافته؟ ببینین خشونت علیه زنان و خشونت علیه همه انسان ها در تمام دنیا وجود داره. امروز اگر در فرانسه و امریکا و کانادا هم بگوین خشونت وجود داره، اما در افغانستان بیشتر. ما نسبت به چند سال گذشته خشونت در افغانستان دستاوردهای
بزرگی هم هست که کم شده از طریق رسانه ها، از طریق کارکرد ادارات دولتی، شورای ملی و غیره. اما خشونت هایی که گاه گاهی رخ میده واقعا قابل خاموشی نیست و قابل از این نیست که ما او را یا فراموش بکنیم و سر از او شورای ملی و خصوصا مجلس سنا همیشه موضوعگیری خود داره. ما ادارات مربوطه را میخواهیم و بالای از او کار میکنیم و ما پیش از این که باید یک موضوع، یک حادثه، یک خشونت رخ میده، ما پیش از او جلوگیری بکنیم و زمینه را فراهم بکنیم که ذهنیت بتیم، آگاهی بتیم که مردم ما از خشونت دست بکشن، مردم ما همه همکار در مبارزه با خشونت باشن. خشونت توسط یک فرد نمیشه، توسط افراد مختلف صورت میگیره. ما اگر امروز خانم ها را ذهنیت بتیم، جوان ها را ذهنیت بتیم، خانواده ها را ذهنیت بتیم، در محیط کار و در شهر و بازار و ایجا خشونت ها صورت میگیره که ما در این باره باید کار بکنیم، آگاهی بتیم و از طریق منابر و مساجد، از طریق علما، چون ما یک کشور مذهبی هستیم، یک کشور اسلامی هستیم، یک کشوری هستیم که باید ما از طریق علمای کرام و از طریق دانشمندایمان ما ایرا به تبلیغ بگیریم و مبارزه دست جمعی از طریق همه ادارات دولتی و مردم و شورای ملی داشته باشیم. خشونت در تمام دنیا وجود داره، اما در افغانستان اگر بیشتر است، علت فقر است، علت جنگ است، علت بیسوادی است، علت انواع و اقسام مشکلاتی که بالای مردم افغانستان وجود داره و این خشونت ها هم سببش از این موضوعات به وجود خواهد آمد. یکی از طرفین شما دعوت کرده باشین به اجلاستان و او نتونستن بیا یا نامدن بیاین به اجلاستان، برخورد کمیسیون چی بوده بانش؟ ببینین ما برخورد منفی کرده نمیتونیم، اما برشان میگیم که شما چرا نیامدین، باید بیاین. ما این موضوع را حتی برای رئیس جمهور رسانده، ما موضوعاتی که اکثریت دعوت کردیم که به کمیسیون نیامده، ما برای رئیس عمومی مجلس سنا موضوع را گفتیم و بار بار این موضوعات در تالار مجلس سنا گفته شده. اما کسایی که از قانون فرار نمیکنه، عدول از قانون نمیکنن، اونا میاین، ولی کسایی که نمیاین این سرکشی از قانون است و فرار از قانون است که نمیاین به کمیسیون‌های شورای ملی پاسخگو باشن، جوابگو باشن. ما اونا را به خواست خودمان، شخصی خودمان نمیخوایم، به خاطر مشکلاتی که در جامعه رخ میده و مشکلاتی که است به روی عرایض و شکایات و پیشنهادات ما ادارات میخوایم و امیدوار هستیم که ادارات پاسخگو و جوابگو به کمیسیون‌های شورای ملی باشن و بیاین که ما مطابق قانون و مطابق طرز العمل از او سوال و جواب داریم. ما از اونا هیچ خواسته های شخصی اصلا نداریم و ما موضوعی که باید در ارتباط زنا کار بکنه و دستی باز کار بکنه، قوی کار بکنه، وزارت امور زناست که متاسفانه وزارت امور زنا یک اداره پالیسی ساز است، بودجه نداره، امکانات نداره. من شخصا از رئیس جمهور میخوام که وزارت امور زنا را یا لغو بکنه و یا یکی را از اداره پالیسی سازی بکشه. یک وزارت کلیدی، یک وزارت با امکانات و یک وزارت با بودجه و یک وزارت دست بازی را بسازه که در میان یک قشر بزرگ و عظیمی که کار میکنه با آدرس زنای افغانستان و یک وزارتی باشه که بودجه داشته باشه، امکانات داشته باشه، صلاحیت داشته باشه و دست باز کار بکنه. این وزارت از پالیسی سازی بکشه و این اداره را یک اداره قوی و یک اداره با امکانات رئیس صاحب جمهور در 5 سال دوره کاری پیش روشان باید ایجاد بکنه و سر پالیسی وزارت امور زنا یک تصمیم بگیرن، از این حالت این وزارت بکشن که این وزارت مینیست یک ریاست هم کار کرده نمیتونه و نامش وزارت، تشکیلش وزارت، ولی کارکردش، بودجهش، امکاناتش ضرب یک ریاست هم نیست. تشکر میکنم از شما و از تلویزیون شما. سلام.